آلمان، لهستان، نه از چی 32 تا از بهترینای ادبیات آلمان. بالاخره حل فاست، رنچوی ورتر جوان، عقاید یک دلقک، طبل حلبی، مرگ در ونیز، کوه جادو، بودنبروکا، سیزار تا، گرگ بیابان، دمیان، محاکمه، قصر، کتابخوان، در جبهه غرب، خبری نیست، مسخ، ناتان خردمند، ویلهلم تل، راهزنان، ماری استوارت، دون کارلوس، ویلهلم مایستر، پریشانی‌های ترلس جوان، دکتر فاستوس، ننه دلاور، زندگی گالیله، یخبندان، آدم است، بیرون پشت در، قصه و افسانه برادران گریم، اوسیان، سه نفر در برف، افیبریست. راضیم ازت، حالا نصفش کن. آلمانم، آره نصفش کن. خب لهستانم، نه فعلا آلمانم، نصفش کن. رنچوی ورتر جوان، فاست، محاکمه، قصر، کوه جادو، مسخ، بودنبروکا، دکتر فاستوس، طبل حلبی، عقاید یک دلقک، در جبهه غرب، خبری نیست، سیزار تا، گرگ بیابان، ننه دلاور، زندگی گالیله، کتابخوان. خودت میدونی دیگه، برو بمیر. نصفش کن. محاکمه، فاست، رنچوی ورتر جوان، مسخ، کوه جادو، طبل حلبی، در جبهه غرب، خبری نیست، ننه دلاور. محاکمه، فاست، مسخ، کوه جادو. ببین من نمیگم، بچه‌ها منتظرن، نصفش کن. از خودت که چیزی نداری، از بچه‌ها مایه بذار. محاکمه، فاست. آخرش کدومه؟ بی خیال تابلوه. ادبیات آلمان که چی، ادبیات جهان بهش مدیونه. اصلا ادبیات که چی، هنر بهش مدیونه، موسیقی، نقاشی، همه چی. فاست، قطعاً فاست. همه‌شون رو میتونین از داتاورس بخرین و تو کامنت بنویسین دفعه بعدی کجا رو نصف کنین. روسیه و انگلیس و ایران و فرانسه هم توی پیج هست. حرفه‌ای کتاب بخونید.